ما میگیم فرصت هست برای توبه کردن، برای درست شدن، برای بهتر زندگی کردن. من میگم وقت نیست. کسی که ظهر با تو است و عصر زیر خاک است، یعنی وقت کمه. قدر پدر را بدانیم، قدر مادر را بدانیم، قدر فرزندانمون رو بدانیم، قدر دوستانمون رو بدانیم، قدر برادر و خواهرانمون رو بدانیم، تا نگیم حاضرم هر چه دارم بدم برادرم 1 ساعت بر بگرده. دوستان و سروران گرامی، درد دل زیاده و صحبت تا لحظه‌ای که به میدان عمل کشانده نشه ارزشی نداره. الان همینجا نشستیم، این جمع زیبا و خدایی، هممون نیت بکنیم برای تغییر. 100% امشب تو تغییر بکنی کار سختیه، پیش خدا آسانه ولی اراده میخواد. ولی من از الان شروع بکنم. خدایا من نمازهای سنت قبلیه و بعدیم رو نمیخوندم، اولین تغییرم این است که خدایا سنتها رو بخونم. خدایا من نمازم تا امروز ترک نکردم ولی عادت رفتن به مسجد ندارم. نقطه تغییر من این است که نمازم در مسجد باشه. خدایا من قرآن خوندم، مکتب رفتم، بلدم، ولی روزی 1 جز نمیخوانم. ماها میگذره و من قرآن ختم نمی کنم. خدایا نقطه تغییر من این است که روزی 1 صفحه تا 1 جز، هرچه در توانت هست روزانه قرآن بخونی. خدایا فلان زمین رو به غصب برداشتم، قدرت داشتم، فلان ظلم کردم، خدایا نیت میکنم این را به صاحبش بر بگردانم. خدایا در هر مجلسی که می نشستم از فلانی غیبت می کردم، خدایا نیت کردم امروز نقطه تغییر من ضربه‌دری قرمز بر روی غیبت باشه. این اگر این حالت الان در ما به وجود بیاد، هم روح میت شاد میشه، چون به سببش چنین تغییری داره به وجود میاد. من به دوستان عزیز از دست رفته گفتم چند شب پیش وقتی صحبت بود، گفتم شما دوستش دارید، دوستید، گریه کردید، داد و فریاد زدید، آیا حاضرید لله به خاطر دوستیت با این انسان امشب 1 گناه رو حذف کنی؟ 1 گناه. 50 گناه هست، 1 گناه رو امشب لله به خاطر وفات رفیقم این گناه رو از زندگیم حذف میکنم. این دوستیه. ببین چطور روح میت شاد میشه. خدا جزای خیرتون بده و بتونیم با همدیگر جامعه‌ای پاک و سالم داشته باشیم. هیچ چیز مانند محبت ارزش نداره.